آیا باباجان ماشینی که از تمایف برید چپه شد یا نه؟ همه را در همین ویدیو پر را میفهمونیم و انیق دقیق است. لایک مونید، پدید سکنید، بشنید به حضور تماشا میکنید. السلام علیکم پدران، مادران، برادران و خواهران عزیز، خوش آمدید به کانال همنوا. با شما هستم علی اکبر. دوستان عزیز، طول چندین روزها بود کانال ما خالی بود و اکنون باز ویدیو را بردوام خبرهای تازه رو برای شما پیشکش میکنیم. گپ رو بسیار دراز نمیکنیم. اویدی گیوی تمایف و باباجانی که از سویسون برد کردگی. خوش دوستان عزیز، یک چند روز پیش تمایف در اینستاگرام خود گیو سر داد که یکی از تحفه های کلان زیاده از 1 میلیون سومانی بود ماشینی که در گیوش موندگی و چندین آیفون ها همه شما میدونید. و در این بازی باشد یکی از شهروندان تاجیکستان با نام باباجان این ماشین رو برید، یعنی که سزاوار اون ماشین شد، غالب شد در گیو. و امروز تمایف در استوری خود ماشینی که برد کردگی بود باباجان، یعنی که چپه شدگی، حالی که چپه شدگی همون را دستور اسمان و نویس که باباجان چیکار کردی و همه علاقه در سر چندین سوال ها می آید و ما پیگیری کردیم خبرهایی که از پیش خودمون نمیگیم، پیگیری کردیم، گفتیم، شوریدیم و در آخر نقطه آمدیم که تمایف خودش در تلگرام خودش گفت که مقصد این ماشین من نیست، نمیدونم که کدام صورت ماشین با من روان کردن و من دیدم و این ماشین من نیست. ماشینی که باباجان برد کردگیه در حقیقت برد کردگیه، قطعی باباجان صحبت کردگیان 1 فوریه در هفته ماشینش رو میگیرد و خوشبختانه این برای همه مردم تاجیک یک خرسندی است، به خاطری که یک تاجیک زیاده از چندین میلیون ها در اون صحیفه تمایف است زواری بچه تاجیک گشت. برای باباجان لایک میمونیم و فکرتون اوید باباجان و تمایف در کامنتری مینویسین و در ایموتون پدید سکنید که بسیاری ها میگویند که آیا حقیقت است که مقصد باباجان با ماشینی که نو در پریز یعنی در گیو اشتراک کردگی بود برید همون رو چیکار کرد؟ چپه کرد. ویدیو همینقدر به دوستان عزیز. اوید خبرهای تازه در کانال ما پدید سکنید، در ویدیو لایک مونید، ویدیو رو در ایموتون پدید سکنید تا ویدیو آینده. خداوند نگهبانتان باشد.